اما طالبان افغانستان پاسخ دادند که آنها اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر حمله شود. با این حال پاکستان میگوید که حملات این گروه در داخل این کشور همچنان ادامه داشت و همین مسئله فشار زیادی بر دولت پاکستان ایجاد کرد. در نهایت ارتش پاکستان تصمیم گرفت که اقدام مستقیم انجام دهد. در نیمه شب جت‌های جنگی پاکستان وارد آسمان افغانستان شدند. چندین منطقه مرزی هدف قرار گرفت. پاکستان اعلام کرد که این حملات علیه پایگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. اما روایت طالبان افغانستان متفاوت است. سخنگوی طالبان اعلام کرد که پاکستان بدون هماهنگی با خاک افغانستان حمله کرده است. آنها همچنین گفتند که در این حملات چندین غیر نظامی افغان کشته شده است. این موضوع باعث شد تنش میان دو کشور بیشتر شود. اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که اختلاف فقط مربوط به این حملات نیست. در واقع تنش میان افغانستان و پاکستان ریشه بسیار قدیمی دارد.